در مورد توفاق کردن کبوتر و روش انجامش و دلیل انجامش. امیدوارم که فیلم به کارتون بیاد و خوشتون بیاد. اگه هم که به کارتون اومد و خوشتون اومد حتما لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. بریم برای ادامه ویدیو، تا آخر با من همراه باشید. خب رفقا، مثلا الان اینو من میخوام توفاق کنم. حالا اول روش انجامش رو بهتون میگم، بعدش هم دلیل انجامش. خب رفقا دقت کنید، الان این بال کبوتر، شما برای توفاق کردن باید 4 تا از هر طرف، 4 یا 5 تا از هر طرف رو اینطوری که الان میگم قیچی بکنید. 4 تا 5 تا این ور، 4 تا یا 5 تا هم از اون. شما ساق اصلی رو در نظر بگیرید، ساق اصلی کبوتر، اون ساق و ریشه اصلی پر کبوتر که شما مثلا میچینید، اون رو نباید بچینید، باید دورشو پرشو لخ کنید و همون ریشه فقط بمونه، همون ساقش. حالا من این کارو میکنم و براتون میذارم، نمیتونم درست خودم بچینم. ببینید از اینجا حالا میگیرم میچینم و براتون میذارم. خب دوستان دقت کنید به این صورت. حالا من یه ذره بد چیدم، باید صاف برید و فقط اون ریشه و اون ساق اصلیش بمونه. 4 یا 5 تا از هر طرف به این صورت در میارید و هم باید حواستون باشه هر دو طرف رو باید این کارو بکنید، نه یه طرفشو. بعد از هر طرف 4 یا 5 پرشو به این صورت در میارید و میپرونید. حالا دلیلش چیه این کار؟ قبل از اینکه دلیلشو بهتون بگم، جوجه های اینا رو بهتون نشون بدم. جوجه اینا رو به این اینقدر شده و یکم مونده که پراش هم در بیاد. خب این نوکش که به باباش رفته، بالاش سیاه پایین سفیده، همه حالا هم برون دادم به کبوتر، الان باید بهش دوم بدم. ببینید گوش نشه، پراش هم دیگه کم کم داره در میاد. بذارمش سر جاش. خب حالا دلیل انجام این توفاق کردن کبوتر چیه؟ ببینید چند تا دلیل داره. یکی واسه اون کبوترهاییه که حالا یکی یه جوجه مثلا میکشه، جوجه رو میپرونه به امید اینکه ساعت بالا بزنه، ولی جوجهش بنده و به خاطر اینکه پشت سر عمل لغو بزنه نمیتونه ساعت پر کنه و به همین دلیل میان این کارو میکنن. با ایجاد این کار نمیتونه دیگه کبوتر بند باشه و پشت سر عمل لغو بزنه، برای همین یه ذره ساعتش نسبت به وقتی که بند بوده میره بالاتر و حالا اون کبوتر با این روش درست میشه. حالا یه روش دیگهش میگم، یه علت دیگهش اینه که کبوتری که دوستان نه بند نیست ولی خب ساعت هم نمیزنه درست، به خاطر اینه که حالا کت کبوتر زده یا هرچی. با این کار چون توفاق کردن کبوتر باعث میشه که کبوتر برای اینکه اون بالا بمونه بیشتر سرعت بال زدنش بالاتر میره و بیشتر بال میزنه و همین علت باعث میشه که کت کبوتر قوی بشه و همین هم موجب میشه که تو تیر ماه یا حالا هر موقع که میپرونه ساعتش نسبت به قبل بالاتر بره. و یکی از علتهای دیگه‌ش هم اینه که دوستان بعضی افراد هستن که کبوترشون رو به امید اینکه حالا ساعت زیادی بزنه نمیپرونن، عشقی قبا میکنن و میخوان که کبوترشون به شب نخوره. این کار باعث میشه که کبوتر زودتر بیاد بشینه. منظورم ببینید از این که میگم زودتر اینه که دیگه ساعتش بالاتر از مثلا اگه قبلا صبح یا ظهر هوا میکرده ساعت 7 و 7 6 و نیم 7 و اینا میمده، الان ساعت 5 میاد
و این کار رو میکنن که کبوترشون به شب نخوره. این هم از چند تا علتهایی که این کار رو میکنن و روشش هم که گفت. این یه جفت دوم گیرم دوستان، جفت گیری کردن و ایشالا تا یه چند رو دیگه هم تخم میذارن. حالا ببینیم جوجه های اینا چجوری در میاد. این هم از این ویدیو رفقا، امیدوارم به کارتون بیاد. اگه هم خوشتون اومد لایک و کامنت بذارید و اون دوستانی هم که تازه عضو کانال شدن حتما فیلم های قبلی رو ببینن. دمتون گرم تا ویدیو بعدی رفقا، خدا یار و نگهدارتون. یا علی.